سلام مجدد خدمت همه شما دوستان. توی این جلسه میخوایم بپردازیم به کانال ها. در واقع ادامه مبحث روند هست که وقتی که ما میایم روند رو تعریف میکنیم، اگر بیایم یک خط دیگه هم به موازات همون خط روند خودمون ترسیم بکنیم روی چارت، در واقع یک کانال رو به ما میده. چجوری؟ ببینید ما یک روندی داریم که این شکل این خط روند ماست و قیمت داره اینجوری روی این روند ما حرکت میکنه. یک خط دقیقاً با همین زاویه اگر بالای سر قیمت بندازیم، یعنی اون جایی که قله ها رو به هم دیگه وصل میکنه، یک کانال به ما میده و اصطلاحاً میگیم که قیمت داره داخل کانال ما حرکت میکنه. درست شد؟ این از این نکته. حالا زمانی که ما روند نزولی داریم و روند نزولی خودمون رو از قله های این رسم کردیم، اگر بیایم به موازات این خط روند خودمون از دره ها هم رسم بکنیم، قیمت در واقع توی یک کانال نزولی که ما براش رسم کردیم قرار میگیره. خب کانال های قیمتی خیلی زیاد توی نمودار قابل مشاهده هستند. کانال های پهن داریم که قیمت اینجوری توشون حرکت میکنه. کانال هایی داریم که کانال های باریک هستند، به این شکل قیمت توش حرکت میکنه. کانال های نزولی، صعودی و انواع و اقسام کانال ها رو میتونیم روی چارت ببینیم که میریم حالا با هم تمرینش رو انجام میدیم. ولی نکته‌ای که راجع به کانال باید خدمتتون عرض بکنم، زمانی که قیمت یک کانالی رو میشکنه، ببینید زمانی که داره داخل این کانال حرکت میکنه و این کانال شکسته میشه، از لحاظ تحلیل تکنیکال یه اصطلاحی دارن میگن که قیمت وارد یک کانال دیگه دقیقاً با همین اندازه و با همین شیب میشه. یعنی یک کانال زرد رنگ میتونم اینجا داشته باشم دقیقاً روی همین خط سبز رنگمون و با همین اندازه با همین موازات، پس قیمت میتونه بیاد وارد این کانال بشه. خب بعد از این که قیمت این کانال رو بخواد ادامه بده یا این که حالا بشکنه روند ما نزولی بشه، یه داستان دیگه است. منظور اینه که وارد یک کانال دیگه با این اندازه میشه. اصطلاحاً میگیم که حرکت اندازه‌گیری شده انجام میده. پس احتمالاً برگشت قیمت یا از کف این کاناله وقتی که این رو میشکنه، یا از کف این برمیگرده بالا دوباره میره پایین، یا از کجا، یا در خیلی از مواقع از مید این کاناله. میدلاین این کانال یعنی اینجا. میدلاین چیه؟ ما وقتی یک کانالی رسم میکنیم، اگر با همون در واقع شیب بیایم یه خطی وسط این کانال دقیقاً وسطش رسم بکنیم، میدلاین کانال رو رسم کردیم و از اهمیت خیلی بالایی برخورداره. اگر بریم روی چارت کانال رسم کنیم برای خودمون، میبینیم که در خیلی از مواقع قیمت به میدلاین کانال ما واکنش داشته و اصلا کلن باید یه جوری رسم کنیم که به میدلاین واکنش داشته باشه. اصلا اینجوری میتونیم بفهمیم که کانالمون رو دقیق رسم کردیم. ببینید مثلا قیمت میاد به این میخوره، یه مقدار اصلاح میکنه، این رو میشکنه، یه پول بک میزنه، میره سقف کانال، میاد به این میخوره، دوباره یه اصلاح میده، میره پایین، یه پول بک میزنه، به این میریزه. یعنی واکنش رو به میدلاین کانال باید داشته باشیم. اینم از این نکته. و نکته دیگه ای که باید خدمتتون عرض بکنم اینه که یه زمانی ما حرکتی که داریم اینجوریه، مثلا کانالی که رسم میکنیم براش اینجوریه. یه جاهایی میبینیم که از کف و سقف کانال ما بیرون زده. خب بازار میدونید 2 تا 4 تا نیست، همه چیز بر پایه احتمالاته. یعنی یه چیزی داریم توی بازار به اسم اصل عدم قطعیت. هر جایی که شنیدید که یکی اومد گفت قطعا این اتفاق میفته، بدونید که درک خیلی پایینی از بازار داره.
خب و هر کی رو دیدید که انتظار داشت که همه چیز خیلی دقیق اتفاق بیفته، قطعاً این شخص هم با بازار آشنایی زیادی نداره. در ابتدا کسایی که تازه وارد بازار میشن انتظار دارن همه چیز خیلی دقیق و شسته رفته و مرتب باشه و زمانی که جلو میره از سابقه شون میگذره به میزان تجربه شون اضافه میشه، متوجه میشن که خیلی وقتا ما باید مفهوم کلی رو درک بکنیم. یعنی یک کانال به این شکل ما رسم کردیم، حالا مهم نیست که یه مقدار از اینجا بالا زده یه مقدار از اینجا پایین زده، مهم اینه که ما بتونیم کانال رو شناساییش بکنیم. پس همه چیز اونقدر شسته و رفته که فکرشو میکنیم نیست. بریم روی چارت یه مقدار کانال ها رو با هم بررسی بکنیم. نمونه یک کانال نسبتاً باریک رو میتونیم اینجا ببینیم. برای اینکه کانال رو بیاریم یه راه داریم. یکی این که خب این خط روند صعودی رو رسم کنیم با همون ترفندی که خدمتتون عرض کردم، روی این کلیک بکنیم، کنترل رو بگیریم و بیایم یه دونه اینجا قرار بدیم، بگیم خب قیمت الان توی یک کانال صعودی قرار گرفته. ولی یک راه بهتر که خود تریدینگ ویو برامون در واقع قرار داده، روی این گزینه کلیک میکنیم، اینجا یه دونه پارالل چنل داره که روی این کلیک میکنیم. توی روند صعودی من 2 تا کف رو به هم وصل میکنم و امتداد میدم و این رو باز میکنم، اونجایی که دوست دارم احساس میکنم که صحیحه میذارم. خب الان سقف کانال من کجا میشه؟ آیا این الان سقف کانال منه؟ میام بررسی میکنم، میبینم که میدلاین کانال من واکنش هایی داشتم ولی واکنش های ترتمیزی نبوده. مثلا اینجا میبینم که شکونده رفته بالا بعد دوباره اومده پایین. اینجا خیلی واکنش ها عجیب و غریب بوده و به سقف کانال من فقط یک بار واکنش داشتم که اونم خودم تعیین کردم. درسته؟ خب میام چیکار میکنم؟ میام اینو یه مقدار میارم پایین‌تر، میذارم یه جایی که برخورده بیشتر باشه. اینجا رو الان در نظر میگیرم. خب الان اگر بیام ببینم، میبینم خب یه مقدار منطقی تر شد. یعنی اینجا یه واکنش داشتم، اینجا واکنش داشتم به سقف کانال، به میدلاین کانال. الان واکنش ها به میدلاین یه مقدار ترتمیزتر شد. سایه ها رو به میدلاین ببینید اینجا، بعد که میدلاین رو شکونده دیگه رفته ریخته پایین. خب پس الان درگیر اون مقداری که از این ناحیه زده بیرون نیستم. درست شد؟ این نمونه یک کانال باریک. بریم ببینیم کانال پهنی داریم که بتونیم رسم بکنیم. خب این به این امتداد میدم و کانال رو میخوام رسم کنم. سقف کانال رو کجا باید قرار بدم؟ ببینید اینجا اگر من قرار بدم نسبتاً جای صحیحی هست. اگر بخوام بیام اینجا قرار بدم میبینم که خب چه اتفاقی افتاده. اگر بخوام بیام اینجا قرار بدم سقف کانال رو، میتونم این رو یه مقدار امتداد بدم بیارم عقب، ببینم که رفتار قیمت اینجا چجوری بوده. خب اینجا میبینم که به سقف کانال من برخورد کرده، شکونده اومده پایین. اگر بیارم اینجا قرار بدم چه اتفاقی افتاده؟ میبینم خب برخورد آنچنانی نداشته، واکنشی نداشته به سقف کانال من. دیگه چی؟ میبینم که میدلاین کانال من اینجاها واکنش نداشته، قیمت رفته بالا، اینجاها اصلا واکنشی نداشتیم به این. و یه مقداری الان که بیشتر دارم دقت میکنم میبینم که این سقف کانال برای من سقف کانال صحیحی نیست. میتونم اینجا رو سقف کانال در نظر بگیرم که اگر این نقطه رو سقف کانال در نظر بگیرم میبینم که 2 تا برخورد قبلش داشتم. خب اینجا به میدلاین واکنش نشون داده، اینجا میدلاین رو شکونده پول بک زده رفته بالا، تاچ کرده میدلاین رو، بازم واکنش شکونده اومده کف کانال. اینجا هم واکنش ها رو به میدلاین دارم، شکست، پول بک، دوباره ریخته رفته کف کانال. پس این الان کانال صحیح منه. یه وقتی هم میبینیم که چی؟ که نمیره سقف کانال رو بزنه. این دیگه دست ما نیست و نمیتونیم بگیم که کانالمون غلطه. نه، کانال صحیح رسم شده ولی قیمت قدرت نداشته بره به سقف کانال برسه. اینم یک نمونه از کانال پهنی که داریم. خب
یه مثال دیگه، یه کانال نزولی دیگه که نسبتاً یه کانال نسبتاً باریکه، میایم 2 تا سقف این رو به هم وصل میکنیم به این شکل و امتداد میدیم. کف کانال رو هم در نظر میگیریم به این شکل. یه مقدار میارم عقب ببینم که آیا واکنش به این کانال من صحیح بوده یا نه. میبینم خب بسیار عالی، اینجا شکونده اومده به میدلاین رسیده، بازم میدلاین، بازم واکنش ها به میدلاین رو دارم میبینم. پس کانالی که رسم کردم کانال صحیحی هست. حالا میخوام اون نکته‌ای که خدمتتون عرض کردم رو ببینیم با هم. ببینید این رو کپی میکنم، میارم میذارم بالا، ببینیم که آیا وارد یک کانال دیگه با همین اندازه شده. میبینم که واکنش ها به میدلاین کانال فوق العاده دیدنیه. بعد از این یه تاچ به سقف کانال شکونده، پولبک رو زده روی سقف. حالا همین رو میخوام کپی بکنم، بیارم بالا، دوباره یه کانال هم اندازه، ببینیم که به چه شکل بوده. اینجا هم میبینم که باز واکنش ها به این میدلاین رو داریم میبینیم. یک بار دیگه هم میخوام این رو بیارم بالا، بذارم اینجا. ببینید چقدر زیبا واکنش ها به میدلاین، سقف کانال، دوباره اینجا واکنش به میدلاین و ریزش. منظور این نیستش که زمانی که حرکت داره روند صعودی رو انجام میده ما بیایم کانال های نزولی رو بکشیم. منظور اینه که وقتی کانال ها شکسته میشن قیمت وارد یک کانال دیگه با همون اندازه میشه. من میتونم بیام چیکار بکنم؟ بیام کانال صعودی این رو رسم بکنم به این شکل و اینجوری یک دیدگاه بهتری رو میتونم داشته باشم زمانی که کانال صعودی رسم میشه. وقتی این کانال صعودی رو رسم میکنم، حالا نکته جالبش رو ببینید. زمانی که میاد هم کف این کانال صعودی هم مید این کانال نزولی من رو میشکنه، میبینیم که چه ریزش شارپی اتفاق میفته. پس اینم از مبحث کانال ها، حسابی برید تمرینش بکنید. توی جلسه بعدی میخوایم کانالیزه کردن نمودار رو با هم تمرین بکنیم. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.